اگر خود شما جزو کسایی نبودین که سود خیلی زیادی تو ریال استیت ونکوور کردین، احتمالاً دوست یا آشنا یا فامیلی داشتین که سرمایه‌گذاری خیلی پرسودی داشتن توی املاک توی ونکوور، یا حداقل شنیدین راجبشون. و سوالی که تو ذهنتون ممکنه شکل گرفته باشه اینه که چرا این آدما میتونن سرمایه‌شون رو رشد بدن، خیلی درست تصمیم بگیرن و انتخابای درستی داشته باشن و بعضی دیگه ضرر بکنن یا سود چندانی نکنن. من امین میثمی ام، ریلتور در ونکوور، و سال‌هاست که این دوست و آشناهای شما رو بررسیشون کردم، اینکه چه چیزایی، چه عواملی باعث میشه که این آدما سود بکنن به جز شانس و ریلتور خوب، که دوتا عاملیه که کسی نمیتونه روش تاثیر بذاره و از قبل نمیدونی که نصیبتون میشه یا نه. از 6 تیکه پازل هست که کنار هم قرار گرفتن این 6 تا تیکه باعث میشه که سرمایه گذاری ما یه سرمایه گذاری درست باشه. با اینکه تعداد این قطعات پازل زیاد نیست، ولی در کنار هم قرار دادن درست اینا و جا انداختن این قطعه‌های پازل چیزیه که تعیین کننده است و میتونه سرمایه گذاری رو تبدیل به سرمایه گذاری خوب و موفق بکنه. من به ترتیب این 6 تا تیکه رو از اونایی که احتمالاً شنیدین یا خیلی راحت به ذهنتون میرسه شروع میکنم و میرسم در آخر به اونایی که باید به این راحتی به ذهنمون نرسه و احتیاج به اطلاعات بیشتری داره. اولین تیکه‌ای که برای این پازلمون لازم داریم یه قطب نماه. شما یه معیار رو لازم دارید برای اینکه بتونید تشخیص بدید که خریدی که میکنید خوبه بده، چطور باید اینو با چی مقایسه بکنید. به این قطب نما ما میگیم کامپربل ها، یعنی فروشایی که توی اون منطقه توی زمانهای مختلف اتفاق افتاده. همیشه میگن که 3 ماه آخر رو نگاه بکنید، ولی بیشتر از این 3 ماه دیدن باعث میشه که شما دید بهتری پیدا کنید توی زمانهایی که فشار فروش زیاد بوده تا چه حدی ملک‌ها پایین فروخته شدن. کف و سقف مارکت رو میتونید تشخیص بدید. ولی داشتن این، فارغ از این که شما چقدر برگردی به عقب، میخوای 3 ماه گذشته رو نگاه بکنی یا 10 سال گذشته رو نگاه بکنی، داشتن این معیار و قطب نماییه که تیکه اول این پازل ما رو درست میکنه. تیکه دومی که خیلی مهمه داشته باشیم خلاقیت یعنی این که ما بتونیم موقعیت ها رو تشخیص بدیم، بتونیم از موقعیت هایی که بقیه نمیبیننشون یا بقیه به اون شکلی که ما داریم نگاهشون میکنیم نگاهشون نمیکنن، یه چیزی رو کشف کنیم، یه چیزی رو به دست بیاریم که به چشم عموم مردم نمیاد. انجام دادن این کار فوق العاده سختیه، اطلاعات بیشتر و شاید بعضی وقتا تجربه زیادی لازم دارین توی این که بتونین اینا رو پیداشون بکنید. ولی یه سری فرمول و یه سری اصول اولیه داره که اگر اونا رو بلد باشید خیلی راحت میشه اینا رو پیداشون کرد و تشخیصشون داد توی بازارهای مختلف. تیکه سوم این پازل که من خیلی دوستش دارم و اونقدر دوستش دارم که شعارمون رو گذاشتیم روی این، محافظت یا پروتکت کردنه. مفصل ترین قسمت این پازل 6 تیکه ما همینه. یعنی اگه چیزی هست که توش جزئیات خیلی زیادی داره، این قسمتیه که وقت زیاد میگیره، باید براش انرژی بذاریم، باید مو رو از ماست توش بکشیم. شامل خیلی چیزا میشه. یکی انجام دادن دو دیلیجنس یا وظیفه شما به عنوان خریداره که بریم ببینید که چه مشکلاتی وجود داره توی این ملک، اون چیزایی که ممکنه به چشمتون در نظر اول نیاد و مطمئن بشید که نیستن یا اگه هستن چیان. یکی دیگهش محاسبه هزینه و نگهداری هزینه فروش. خیلی راحت میشه اینا رو از روی سریاشون گذشت و تاثیر خیلی بزرگی بعضی وقتا میتونه در طول زمان داشته باشه برای کسی که داره اینو میخره. نگاه کردن به موقعیت خود شماست که برای چه دوره زمانی میخری، با توجه به شرایط احساسی و مالی و تاثیرگذاری که بقیه آدمای اطرافتون روش دارن، چه ادوانتج‌ها یا چه دیس ادوانتج‌هایی یه ملک میتونه براتون داشته باشه و تیکه چهارم جنگنده بودنه که خودش شامل 2 تا چیز میشه. اولیش اینه که شما از پا نشینید. پیدا کردن ملک قابل سرمایه گذاری خوب به قیمت خوب خیلی کار سختیه. تعداد ملک‌های کمی هن که برای این کار مناسبن. این که شما بتونید اونقدر روحیتون رو خوب نگه دارید که وقتی این ملک پیدا شد شما هنوز توی بازار باشید و بتونید اون ملک رو بخرید. دومین تیکش نگوشیشنه. حالا یه بخشش برمیگرده به ریالتور، چون در نهایت اونه که داره با طرف مقابل نگوشیت میکنه. قسمت پنجم خرده. کم راجبش صحبت میشه. تقریبا تو ریال استیت اصلا راجبش من ندیدم کسی حرف بزنه. کنترل احساسات شماست. چقدر تسلط دارید روی این که بتونید عواطف و احساساتتون رو توی یه ترانزکشن کنترل بکنید. اینکه وقتی از یه ملک خوشتون میاد و قیمتش مناسب نیست برای سرمایه گذاری، چقدر جلوی خودتون رو میتونین بگیرید. یا برعکس، وقتی که قیمت درسته ولی از اون ملک اصلا خوشتون نمیاد، چقدر حاضرید که اون احساساتتون رو روش پا بذارید و برخلاف احساساتتون اون ملک رو بخرید. و میرسیم به
آخرین قسمت این پازل. فرض کنید شما توی آفیستون نشستین، دارین در کمال آرامش چایتون رو میخورین یا کافی میخورین. یه دفعه صدای آژیر آتش نشانی صداش در میاد و شما اگر که ببینید همه نشستن دارن اونا هم با هم دیگه آروم حرف میزنن یا حالا یه نگاهی به این ور اون ور میکنن، احتمالاً شما پا نمیشید جیغ و داد بزنید، بدوید از پله خودتون رو بندازین پایین که بتونین از ساختمون فرار بکنید. احتمال خیلی زیاد فکر میکنین که اشتباه شده یا تسته و برمیگردین سر کارتون. یا اگه بیاین بیرون ببینید همه دارن داد و فریاد میکنن، میدوئن از پله ها همدیگه رو هول میدن که برن بیرون، دیگه دنبال آتیش و دود و اینا نمیگردین، شما پشت سر اینا میرین پایین، نمیرین بشینین سر میزتون بقیه کافیتون رو بخورین و کارتون برسین. این ذات بشره. وقتی میبینه که اکثریت دارن به یک سمت میرن، ما هم ناخودآگاه میخوایم به اون سمت بریم. این تیکه پازل، تیکه آخر پازل که سخت ترین تیکه هست، قانون شکن بودنه. یعنی شما اگر که میخواید سود بکنید توی ریال استیت، شانس این که با رعایت این قانونی که بهتون گفتم بخواید سود بکنید خیلی کمه. اینکه شما وقتی همه دارن میخرن اگر بخرید به احتمال خیلی زیاد سود نخواهید کرد، و اینکه وقتی همه دارن میگن که ریال استیت آشغاله به درد نمیخوره، اگر که شما هم با اونا هم نظر بشید بازم به احتمال خیلی زیاد سود نخواهید کرد. شما وقتی سود میکنید که بتونید برعکس اون کاری که اکثریت دارن انجام میدن و انجام بدید. و این کاریه که سرمایه‌گذارای مختلف دهه هاست که دارن میگن به همه انجام بدین. یه بخش کوچیکی از جامعه این کارو انجام میدن طبیعتاً، چون دارن میگن عکس اکثریت، پس اکثریت اون کار نمیکنن. شما اگر که میخواید سرمایه گذاریتون موفقیت آمیز باشه، باید بتونید وقتی که همه دارن آه و ناله میکنن و شاکیان از ریال استیت، بتونید اون موقع بر خلاف اون غریزتون عمل کنید و بخرید. حالا اگر که این کارو بکنید ولی اون 5 تا تیکه قبلی پازل انجام ندید، بازم احتمالش هست که سود نکنید. پس بدونید که هر 6 تای اینا رو باید در کنار هم داشته باشید. اگه سوالی داشتید یا فکر میکنید من چیزی رو جا انداختم، میتونید کامنت کنید یا زنگ بزنید بهم بگین. مرسی.